با شروع فصل سرما به فکر گرما می‌افتیم. خیلی ها به سراغ بخاری گازی و دودکش های معروفش می روند. بخاری هایی که کم از کشته هایشان نشنیده ایم. اما عده‌ای هم هستن که برای دوری از هر خطری آب گرم کن و پکیج را انتخاب می کنند. خوشحال از انتخابشان و بیخبر از خطراتی که با کمی سهلنگاری اتفاق خواهد افتاد. خبرهای تمام نشدنی مرگ‌های ناشی از گاز مونوکسید کربن، گازی که بر اثر یک لحظه سهلنگاری نشت می‌کند و معنای واقعی واژه خسارت جبران ناپذیر را نشان می‌دهد. گویی تمام هشدارها و اطلاع رسانی‌های نهادهای دولتی و خصوصی توهمی بیش نبودند و باز هم باید از این گاز گفت. گاز مونوکسید کربن یا اصطلاحاً CO گازی هستش که از سوخت ناقص مواد سوختنی حاصل میشه. اگر سوختمان و وسیله گرمایشمون نامناسب باشه یا اکسیژن محیط کم باشه یا راههای خروج هوامون محدود باشه، به جای اینکه از احتراق مواد فسیلی گاز CO2 تولید بشه، گاز CO تولید میشه. این گاز CO یک گاز بسیار سمی هست، جزء سموم فرار و سمی محسوب میشه و به وسیله باند شدن در خون میاد متصل میشه به در واقع هموگلوبین در خون و انتقال اکسیژن رو در بدن دچار اختلال میکنه. نامش را مرگ خاموش گذاشتند چون آرام و بی صدا می آید و راه‌های بسیاری برای نشت کردن دارد. تنها به بخاری محدود نمی شود. آبگرمکن‌های گازی و پکیج هایی که در نبود سیستم حرارت مرکزی در ساختمان ها تنها وسیله گرمایش خانه های نوساز شده اند. خطر نشت گاز مونوکسید کربن در پکیج و آبگرمکن‌های گازی به همان اندازه بخاری‌ها بالاست. کارشناسان ایمن‌ترین وسیله گرمایشی را سیستم حرارت مرکزی و رادیاتورهای آن می‌دانند. جالب اینجاست که پکیج 2 برابر سیستم حرارت مرکزی انرژی مصرف می‌کند، اما با این حال طرفداران بسیاری دارد. نصب آبگرمکن و پکیج در خانه‌های کمتر از 60 متر خطری واقعی است که جان شهروندان را تهدید می‌کند. به گفته کارشناسان ایمنی شرکت گاز، در خانه‌هایی با متراژ پایین باید از سیستم موتورخانه مرکزی استفاده کرد تا ایمنی اهالی ساختمان بالا رفته و نگرانی از بروز حادثه گاز گرفتگی و یا آتش سوزی به صفر برسد. عدم توجه به این نکات ساده یعنی استقبال از خوابی همیشگی. متاسفانه تو همین امسال ما تا اینجاش بیش از 300 مورد مرگ CO داشتیم و همین امروز هم ما شاهد یکی از این موارد بودیم تو همین سالن. جوانهای زیادی رو می‌بینیم. من خودم عروس و دامادی رو داشتم که شب عروسیشون، یعنی روزی که با هم دیگه رفتن توی زیر سقف، راه هوایی رو چک نکرده بودن. یک پرنده اومده بود تو راه هواییشون رو گذاشته بود. متاسفانه عروس خانواده فوت کرد و دامادم دچار مرگ مغزی شد که بعداً بعضیشو پیوند زدن. گاز مونوکسید کربن یک گاز فرار هست و از بدن خارج میشه و اون دیفکت یا در واقع آسیبی که به بافت ایجاد میکنه آسیب بافتی ماندگار و پایدار نیست و اهدای عضو هم میتونه صورت بگیره در افرادی که مسموم شدن با این گاز. در حموم باز گذاشتم. بچم اون موقع که خودم بی‌حس بودم، دخترم داشت بازی میکرد با آب. من در حموم باز گذاشتم. بعد به دخترم گفتم من فکر میکنم بخار آب گرفتم. تو زیر آب بمون، آبا ویلر کردم برای دخترم که اون سرما نخوره. من در حموم باز گذاشتم. بعد دیگه نفهمیدم.
شاید همه کودکانی که گرما را با پکیج و آبگرمکن‌های گازی تجربه می‌کنند دچار چنین سرنوشت تلخی نشوند، اما صدمات جبران ناپذیری که گاز مونوکسید کربن به سلامت کودکان میزند غیر قابل انکار است. تنگی نفس کمترین آسیبی است که به این کودکان وارد خواهد شد. اینجا سردخونه ما هستش و ما جسدایی رو که قراره بریم بستگان ببرن اینجا نگهداری میکنیم و از اینجا تحویل بستگان میدیم و بستگان میبرن. همینجا ما الان جسدی رو داریم که متاسفانه دیشب بر اثر یه سهلنگاری کوچیک دچار گاز گرفتگی شده و فوت کرده. با ما در شهر بمانید.